همونطور که یادتونه من تو ویدیو قبلیم گفتم که اگه اون ویدیو 3 کامنت یا لایک بگیره قراره قصه کامل لئوپارد رو بذارم. یکم فقط از صفحه گوشی دور کنم چون دیدم تو ویدیو قبلی اصلا خوب نمیتونستیم ببینین. صورتش رو دیدیم و خیلی سر بود. در حالت عادی ابیلیتی اولش اینطوری و چند تا چیز پرت میکنه و چون من خیلی لگم تاش هست بزرگ برم تو اهل دمجو میزنه. البته دومش دو حالت داره. یکی زمینیه که یه لگد عادی میزنه میبینین. حالا هوایش قبل اینکه وایسیم که پرشه مگر زیاد طول میکشه تا پرشه، پس واسه همین بنری واسه ابیلیتی 3 اینطوری بچه اینطوری میچرخه. بعد این هم مثل قبلی ها ته ابیلیتی دمج اصلی میزنه. خب ابیلیتی دوم بچه اگر رو هوا بزنین نشد خدا شکر رو زمین هم ابیلیتی نگیره. خب بچه اگه رو هوا بزنین همینطور که میبینین میچرخه میره شرمنده به خاطر نت. بعد این ابیلیتیش هم که واسه اینطوری هی میره این ور اون ور بریم واسه ترانسفورم. خب بچه الان ترانسفورم شدیم و سرعتش که تو ویدیو قبلی دیدیم. خب بازم تو این ویدیو هم بهتون نشون میدم اگه اون شورت رو ندیدین. خب ابیلیتی بچه کلیک میگیره که کلیکش به این صورته. زیر پامون هم آتیشی میشه و بچه اینطوری چیزای همون ابیلیتی قبلیشه و نسخه آتیشیش. توی فرم دوش هم ابیلیتی دومش به همین حالت اینطوری میزنه. خب بچه ابیلیتی سوممونم ببین یه نسخه فینیشر هم داره ولی من هنوز نفهمیدم چطوریه. فکر کنم وقتی روی انمی میزنین اونطوری میشه. ابیلیتی افش هم توی حالت ترانسفورم اگه انمی نباشه چه رفت جلو نمیدونم شاید باگه واسه من قبلا. چون این اگه رو هوا بزنین اینطوری چرخشی میره جلو. همین بچه ها بریم واسه ترانسفورم دومش. اینطوری ترانسفورم دوم میشه سریعتر هم میشه. اینطوری راه میره به این صورت دش میده و به این صورت میپره. سرعت و قدرتش بیشتر میشه. بچه‌ها انرژیش واسه اینکه تموم نشه سریع ما کارا رو میکنیم. ولی بچه‌ها تو ترانسفورم دومش هم ابیلیتی دومش به همون صورت این. ولی بچه‌ها تو ترانسفورم دومش وقتی ابیلیتی اول میزنه به جلو میره. شرمنده یکم نتم بد بود نتونستم درست نشون بدم. این رو هوا اینطوری یه اجداش فکر میکنه ولی رو زمین یه ببر. حالا بریم ابیلیتی سومش رو ببینیم. بونتی هانتر نوب سگ اصلا ازت خوشم نمیاد. این ابیلیتی اول که ترسی مشتاشو ندیدیم اینطوری مش کلیک میکنه. وای خیلی لگ کردی سرور حرومی. تموم شد ترانسفورمم. سریع بچه من بکش که بونتی ماریم واسه هم مهم نیم. ماری شدم تست کنم. بچه بعد ترانسفورم دوم یه کولدان داره. من ویدیو رو استاپ میکنم تا دوباره ترانسفورم دوشم و نسخه زمینی هم نشون بچه بینیم واسه ادامه ویدیو تبدیل دوم. خب دوستان روز زمینیشو فقط میخواستم نشون بدم و بچه روز زمین اینطوری میزنه. ببینید یه برف فرت میکنه. دستش هم که این به این حالت توی ترانسفورم و نمیره اگه رو نمی نگیریم. علم رو نمی سری پیدا کنیم بدویم چون خیلی سریم. کار راحتیه رفتم به هایدرای منشن. ولی نگفتم سریم نتمونم خوبه پس کار راحتی نیست رفتم به منشن چون ممکنه ترجیمون خیلی زود تموم بشه. سری میریم منشن شو برو لود کن دیگه. وقت نرم وسط ویدیو. اوی 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 ریلی لیلی لالیلا بالرینا. منو قضاوت نکنین نه انگارو میخونم. یوتیوب پر شده از اینا. خب بله خط انرژی عقده ایمونم تموم شد. نه عقده یلی تموم شد. ویدیو استاپ میشه. خب دوباره انرژیمون پس از سالها پر شد. تبدیل میشیم.
میگیره اینطوری به این شکل میگیره میزنه مثل سگ طرفو اینطوری میشه. بچه‌ها اگه دوست دارین از به بعد هر وقت آپدیت اومد بلاکس رو تا آپدیت بذارم، از بازی دیگه روبلاکس هم آپدیت شدم ویدیو بذارم یا حتی بازی دیگه هم بهم بگید حتما. لطفا ساب کنین این چنل رو تا حداقل 5 تایی بشیم و خداحافظ.